بیننده‌های عزیز و ارجمند، در برنامه نوبتی فروغ اندیشه ما تصمیم گرفتیم که با چند نفر بانوان فعالان شهر پنجکین و سابقه‌داران مهنت پیرامون مسائل تربیت حربی و تندرستی، رعایت طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم و همزمان آن دستور و سفارش‌هایی که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن ملاقات با فعالان اهل جامعه و خادمان دین سنه 9 مارس سال روان دایر نمودند بانوان شناخته شهر پنجکین و سابقه‌داران مهنت حلیمه قادیرова، بیبی جان قادیرова، زهرا اشورова، موسیقل عزیزوف و بابایف رحمانقل هم صحبت شدیم. دو نفر پسر که کلامی خدمت در تمام کردن. پسر یاسمینا فرزا کلامشان چی؟ قادرزاده مشتر جان فرزا. ای کجا به خدمت؟ در شهر وحدت. یومش؟ خدمت علاقه. یومش در شهر دوشنبه. نامش؟ یوسف جان فرزا. خب شما افتخار میکنید فرزا؟ من افتخار میکنم که دو فرزند من خدمتی مادر وطن را ادا نموده ایستادند. خدا بشکر جناب عالی که وطن عزیزمان تنج آرام است. و دیگر مادران چی گفتنی هستید؟ مادران به مادران را مصیح میدهم که فرزندان خود را به قواهای مسلح ارتش ملی سفربر نمایند. خدا بشکر تنج آرام است. من دو فرزند من خدمت مادر وطن را ادا نمودم. شکر. من بسیارتر پدر و مادران را گفتنی هستم که آنها فرزندان خودشان را رسل میکنند و شهرهای روسیه میپرسانند. من با همونها خواهش میکنم که من حاضره فرزندای میپرسانند نمیدونند که فرزنداشون چیکار کردن کجا با اگر که خدمت به وطن هم فرض است و هم قرض گفته اگر قرض فرزندی خودشان را اجرا کنند این افتخار است. خدا را شکر که وطن ما آروم که فرزندان در وقت 91 دو فرزند با اختیاری رفتن گمون نوتین شد. خدا را شکر که ما همجا از طرف دموکراتی تمامی همین حزبای رفته دیدیم. همین قسمای حربی تاجیکستان رفته دیدیم. همه جا تنج، همه جا خوب. ما فرق کردیم که بچه های شاید پنجکین در اونجا بودن، در خطران بودن، در بدخشان بودن. باید که هر یک بچه اون خودی که اون فرزندی که آر و نامید داره باید که رفته با مادر وطن خود خدمت کنه. اگر وای نرود من همچه خودم همچه مادر میگم که وای همه وقت از مادر خودشم، از وطن خودشم، از دولت خودشم خواهدار. و چون وایو اگر نرود کی رفتنش در کن. من خواهش میکنم از پدر و مادرم التماس باید بچه‌هاتون را چی کنن که روان. منم محلی من 2 نفر رفتم پیش مادرشون بچه جون باید که بچه رفتن در کن. تو چطور بچه نباید پیش نرون؟ این شرمندگی ای خدا رو شکر 2 نفر باید فربر کنیم. 2 نفر دیگر تیار ما البته بچه ها را روی میکنیم. من نبیروی خودم رفته که این طرف نرفته خطران رفتن بچه فرزنده من نبیروی مادر من خودم گفتم که رفت. من با باوری دارم که با 2 نبیره دیگر دارم مکتب تمام کنند. یکونجا اگر داخل شد باید که با وطن خود سلام شکر. واقعا امروز ما باید همگان در دایره چاره‌بینی‌های اعلام نمودن سال 2024 سال معرفتی حقوقی کارهای تربیوی ترغیباتی بلند برداشتن اخلاق جامعه را در مد اول قرار دهیم. در صورت بلند برداشتن فرهنگ اهل جامعه ما میتوانیم با مقصدهایی که در نزد جمهوری عزیز ما گذاشته شده است و همزمان تربیت نسل‌های امروزه با کامیابی ها نائل گردیم. فرزندای ما چیکار کنند؟ فرزندای ما باید که در کجایی که نباشند، خود در خدمت حربی، خود در مهاجرتی مهنتی سربلند باشند، سرفراز باشند. یگانه چیز نصیحت پدر، نصیحت مادر
در گوششون نبرارن که تو کجایی که باشی تو تاجیک هستی، تو مدنیت بلند داری، تو اینقدر رودکی و استاد لایق و این شرفمندای دیار داری، تو نام اینا پس نکن بچه. تو اونجا که رفتی تو باید که خدمت درست کنی، از دیگران فرق کرده باشی، در دیگر بین ملت ها در مهاجرت باشه، تو اونجا خدمت برفتی، اونجا کار برفتی، یک زنانه هایی اولید تامین کنی، نه اینکه هر یک بیگانه ها که علاقه کنی. یک مثال میارم، یک سال همین حاجی خالوبایی میگم، مشتی من این با کلام همونجا وای میکنیم، نماز میخوندیم، نماز شیم. همونجا چند تا وایو پیدا شدم، دسته باشم لفته گشتری و چیکار. هیچ کس یک ملایم گم هم موسیقی دهقان است. دیگه بچه میگه به شما بچه که همین شما پدرتون باباتون نماز خواندن شد دیدین آن دیدین چه نماز میخوام خیلی شما چه اینطور کنید نماز شما دسترتون لفته گشتید پدر و باباتون چه نماز خواندن گرید باشید. اگر مثلا نماز دیگه میخوام باشید همون عربستان رو شما یعنی امروز همین تربیه وطن دوستی جوانان ضرور است. بله ضرور است. برای ضرورترین چیز همین است حاضر زمان. برای چی؟ برای اینکه فرزندان میرن اونجا و 18-20 ساله بچه میرن اونجا خیلی است محیط است. هر چی گپ میشه اونجا. در همین دهنش شده که مدنیتی ما ملتی ما بلندترین است در این دنیا. و وقتی که ما مثلا شعرخوانی، شعرزانی و تاریخدانی میکردیم ولی باید خلطان میکنیم. اگر پدر و مادر با فرهنگ باشد، با سواد باشد، با عقل باشد، وطن دوست باشد، نسبتی گذشتگانش فکر کنه، اندیشه کنه که همین تایستان امروز ما آزادی داده است. ما اینجا آرام، سلو سلام، وحدت مایا. ما چه فرزند تربیت کردیم مادر؟ باید فرزندان ما وطن دوست باشن. ما حاضر فرزندان ما کجا میره؟ مسکو نمیره، دولت‌های خارجی نمیره. در خودی دولت تاجیکستان. اینو وحدت دوشنبه من پنجکی هم خدمت کسوده است. برای شما ساکشی میکنیم. و این ما اگر وطن دوست باشیم باید فرزندان ما رفته چه کنه خدمت کنه در کار. وطنش حمایت کنه، مادرش حمایت کنه. وطن این مادر است. برای همه اگر محیط عائله فرزند درست به کمال رسانده باشد اگر من این خیلی اخراج‌داری به خوش نمیشه. من یک دو روز 20 احد بلند که امروز هم فرزندان یک مجبور میکنه که بسیار راههای نودوز قدم میمونه. انا همین رسم و آنهای خرافات دین. نگاه کنید میرد میبیاد کار میکنه میرد پدرش میگرونه دوم بار میبیاد مادرش میگرونه سیم خودش به قبر میکنه خودش مردن بتایی برای چی مجبور میکنه؟ جوان 25 سال مرده است در سرخان آرام میتونه که میگه 3-4 نمود خوراک و این کم تو ما اندیشه کنیم کم تو اندیشه کنیم که برای کی میکنیم این چیزا و وقتی از اون که ما اگر حاضر اگر همین مبارزه بریم که همه ریشه‌کن شود در خرافات دینه بعد دولت ما آباد میشه کوچه ما آباد میشه راه ما آباد میشه یک تا پیشرو برادر که بیاد برادر جمع شدن کوچه آباد کنیم همین گله که پرتو کوچه آباد شده که کسی هم کوچه گذارم میگه آفرین رحمت میگه توی دبدبان میکنیم میخورد میره میگه پنج هزار گیتا دوزی کاری افتاد توی کرده است وقتی کوچه آباد میکنیم دیه آباد میکنیم این آبادی ما شما است همین آبادی پیشروی تاجیکستان از دل خانه هر یک شهروان واسطه داره یک تا نهارشون یک تا گلشون فرزندان به همین چیز مشغول کردن در کار ما از بچه‌ها یک تلفنی موبایل دست به دادگی من هنوز میشینم یک دختر به دست تلفن پسرچه من 5 دقیقه یک تلفن میخورم من همین چیز حاضر ویران کرده است تربیت فرزندان ویران کرده پیش از راگی ما 3000 4000 تلفن کردیم میتیم برای فرزند فکر نمیکنه که برای دختر بچه کتاب نمیخره کتاب نمیخره دفتر نمیخره دیگر همین که اگر پدر و مادر در خانه با فرهنگ باشد با عقل باشد با سواد باشد اگر همه خوشتی کتاب خواندن گرفته فرض میبینم میگه که برای پدر من کتاب خوانم شده است من با کتاب خوانم یا مادرش میگه مادر چه مادر ما همین گپای بیهوده خدا ما یک گرفته تربیت فرزند که بسیار مسئول دارم مطلق من امروز وضعیت که در رسیه یک دو کس این کار کردگی تمام تاجیکستان دنیا در تمام دنیا بالمو میشه شده است
کی انا همون فرزندانی که در محیط اویل تربیت ویران گرفتگی تاثیری به تمام مردم تویستان رسیده است تویستان تمام دولت‌های دنیا اعتراف میکنه امروز ما بدنام رسیدگی از کی از مادر پدر وابستگی داره اینا تربیت درست کنیم حاضر همون گپ‌های زدن که گروه‌های نه تشکیل کردن که همین من حاج عباس چند پیشنهاد کردیم بیت چند بسیار پیشنهاد بسیار مردم دستگیر بکنن بیت فوتی‌های در همین قبرستان گذرونیم در قبرستان گذرونیم همین در بدر رفتن چی بدر کنم یک کار زیادتی یک خراجات بیهوده برای ما اگر ما همین صرفی سرش کار به دست گیریم فرزندان در روحی نسل تربیت کنیم آینده تویستون درخشان میشه. تشکر.